این پل در دهه شاهبیکه ناحیه واسه 2 سال پیش به این حال گرفتار شده است. در این 2 سال 2 نفر افتاده دست و پنجهشان شکسته است. اما در این 2 سال مقامات برای تعمیر آن اقدام نکرده است. نوار افتادن این دوچرخه سوار 19 ینور در صحیفه شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی نشر شد. بعد نشر نوار قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان این نوار را تماشا کرده به آن واکنش میکند. من امروز مینداری کردم با رسانه اخباری که از ناحیه واسه بچه‌ها در فیسبوک پرداختن یک کوپر شکسته که اسپیدرام میغلطه اونجا. همون لحظه خودش هم رئیس ناحیه هم دیگر گفتم بعد با بعضی اجنتای خودم که پرسیدم که چند ماه باسم بیکاری سال بود از هم شکستگی سال از هم میشه. بعد هم گفتم واژه نگفتیم که ما امروز مثلا بررسی کردیم هم اداره راهی منطقی که نهاد یک پلیتام موندن هم کلی مشکل است. واکنش رئیس ولایت و دستور او اداره راهسازی و رئیس ناحیه را مجبور کرده است تا از این پل دیدن کند. سال 2019 یک ماشین بارکش کم از این پل را ویران میکند. مقامات این ماشین را 5000 سومانی جریمه میکند ولی پل همانو به تعمیر میماند. قربان حکمت‌الله رئیس اداره راهسازی ناحیه واسه گفت که تعمیر این پل لایحه شده به مبلغ 1,128,000 سومانی تعمیر می شود. یک تا ارزش 6000 مو برقرار کردیم جایی که شکسته بود. او این تعمیر دیگه شه و نسبت این بو سوال بسیار شد که لایحه کردی 1,828,000 سومون برای تعمیر او مسئله کوپرکتونه که با 5,000 سومون که جان تعمیر نمیشه و او سبب اون بود که باری و از مین خطی گذاشتگی باری و از مین خطی گذاشت کوپرک ای سبب کهنه بدنش دونسته هم که گذاشته. حالا با بالای این پل ماشین نمیگذرد. ماشین ها تا نزد پل آمده وارد دهات نمیشوند. ساکنانی که در این دهات ماشین دارند برای رسیدن تا خانه از راه‌های دهه‌های همسایه استفاده میبرند. قربانای احمدآوا ساکن دهه شاهبیکه واسه از آن شکایت کرد که به دهه آنها کسی اعتبار نمیدهد. این کوپرک یک بچه‌م بگم که یک سال زیاد ویرانه. یگان تا همیار نمیتونه چند راتون جمع کن یگان تعمیرش ندادن. این هم خلاوت 2 نفر نمیشه غلطی داگی 2 نفر یک وکیل که پرو خلق همی این همی گذار دوره هیچ کامی ها نمیتونه قشلق وای موقتا وای مان کردگی هستیم سمتی کورو رفته از طرفی کارخانه نگهداری راهو کورو رفته هستن ما روزای نزدیک ممکن مسئله را حل فصل میکنیم. حکومت واسه و اداره راهسازیش در حال برای تعمیر پل دست و پنجه نرم کردن. رئیس ولایت به آن واکنش کرده برای بازسازیش دستور داد. هرچند مسئولین در واسه وعده کردند که پل تعمیر می شود اما دقیق نگفتند که کار کی آغاز میکنند. ساکنان هم به این وعده به شبهه می‌نگرند. میگویند که تعمیر پلی که باید پیش از افتادن چند نفر انجام میشد اما نشد. چون این وعده های بازسازی پل را از سال 2019 چندین بار شنیده اند.